خیلی خوب. اینجا بهترین استودیو پخش فیلم‌های دنیاست. فهمیدی یا نه؟ یعنی گور بابای پارامونت و فوکس غربیستان و برادران وارنر و اینا. ادعا میشه. فهمیدی یا نه؟ برام بوق بزن. استودیو شماره 1 نمبر 1. مجوز نداره؟ نه با مجوز که نمیگیره این. میخوای سیا تو بازار پخشش کنم 100,000 نفر کل تهرون ببینن گنده تر و قوی تر از وزارت ارشاد؟ خوبه؟ میخوای بکنم؟ آره بکنم این کارو بکنم. این کارو میکنم. اینجا آناده هیچ کاری نمیشه که توی مملکت فایده نداره. میکنی مجوزش حسین بگیر، دوباره دربش کن، دوباره داد بزن. یعنی چی؟ اصلا موزیک کارش همینه. این بهترین کاری که میتونه آدم بکنه. این چه هنری که تو داری ازش گذشتی به خیرش برمی‌داری که تو مملکت خودت ها میکنم این کارو واسه یه پارتی گردن کلوف دارم تو وزارت ارشاد با مجوز اصل اورجینال. فهمیدی؟ برات با تماشاگر و زندگی و بلیط